درست زمانی که اینترنت در ایران قطع بود و به دنبال VPN میلیونی میگشتیم، ناسا یک قدم بشریت رو جلوتر برد. 4 فضانورد در مأموریت آرتمیس 2 بعد از 53 سال دوباره به سمت ماه رفتن. اونها در یک سفر 10 روزه با قوی ترین موشکی که به دست بشر ساخته شده از زمین جدا شدن، با کپسول اوریون به اطراف ماه رفتن، به دور ماه چرخیدند و به زمین برگشتن. این مأموریت فکت‌های بسیار جالبی داشت. برای اولین بار در تاریخ فضانوردی، فضانوردها 4 گوشی شخصی به همراه داشتن، 4 تا گوشی آیفون 17 پرو مکس. این معروف‌ترین عکسی است که با گوشیشون ثبت کردن و این هم معروف‌ترین ویدیویی هست که با گوشیشون گرفتن در حالی که پشت کره ماه بودن و غروب زمین رو گرفتن. تو این مأموریت 2 بار ارتباط فضانوردها با زمین قطع شد و در تنهایی مطلق بودن. یه بار 40 دقیقه و زمانی که پشت کره ماه بودن و انسان داشت برای اولین بار با چشمان خودش قسمت تاریک ماه رو میدید. یک بار هم 6 دقیقه و در زمان ورود به جو زمین. رکوردهایی هم ثبت شد. دورترین فاصله که انسان تا حالا از زمین گرفته که رکوردش دست آپولو 13 و در سال 1970 بود که اون رو شکستن و ورود به جو زمین با سرعت 40,000 کیلومتر که 29 برابر از سرعت صوت بیشتره. دمای سطح خارجی کپسول اوریون هنگام ورود به جو زمین به 2760 درجه رسیده بود که تقریبا نصف دمای سطح خورشیده. با همه این چالش‌ها فضانوردها سالم به زمین برگشتن و دستاوردی دیگه برای علم و بشر رو به همراه آوردن. تکنولوژی بسیار زیباست، همون چیزی که ما ازش محروم بودیم دیگران ازش استفاده کردن.